درود بینندگان عزیز، تحولات توجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. شالوی گلخوجه هستم همراهتان. حالا مرور کوتاه به سرخطی موضوع امروز 4 نوامبر. پدر مدینه محمدجانова که با سبب لط و کوب شدید بیش از 2 ماه در کم است، میخواهد افراد گناهکار در شکنجه دخترش از روی عدالت جواب بدهند. کاش آنها هیچگاه دیگر یک لطف‌الله را در زندگیشان وان نخورند و روزی که به سر آنها آمد هیچگاه نمی آمد. روسیه در دوشنبه مرکزی آماده نمودن حجت‌های مهاجران کوری به کشورش را تأسیس می‌دهد. تحلیلگران میگویند وقتی رسیده است که توجیکان باید به کشورهای غربی راه جویند. و گزارشی داریم درباره یک ساکن شهر کلاب که با شاگردانش با زبان دل حرف میزند. پدرم در آمد میگم و پدرم همی راه بوده کم رسم. پدر مدینه محمدجانова یک جوانزن توجیک لط و کوب بیرحمانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را برانگیخت و تا بر رهبریت سطحی عالی رسید. امیدوار است پرونده شکنجه دخترش عادلانه تحقیق می شود. امون قربویف در صحبت با رادیو آزادی از جامعه شهروندی اظهار سپاس کرد که برای پنهان نماندن قضیه سعی کردند. او در پیام ویدیویی که روز 4 نوامبر از روسیه بر رادیو آزادی فرستاد گفت از این حادثه و در کام افتادن دخترش دلریز شده است. وقتی من به عکس‌های می‌نگرم که در آنها یک زن جوان و شکوفانه تصویر شده است و به عکس‌های امروزش نگاه می‌کنم که او در کام میباشد، شاید هر پدر و مادر احساس مرا درست درک می‌کند. با حرف بیان کردن این بسیار مشکل است. حالا خواستی من چی است؟ می‌خواستم که دخترم دوباره آنگونه شود که در یاد من مانده است، آنگونه که او را دیده بودم و در یادم هست. کاش این فاجعه رخ نمیداد. میخواستم که نبیرم مادر می داشت و هر دویشان پیشم می آمدند و برای تمام عمر اینجا می ماندند. کاش آنها هیچگاه دیگر یک لطف‌الله را در زندگیشان وان نخورند و روزی که به سر آنها آمد هیچگاه نمی آمد. مدینه محمدجانова را که به سبب جنجال خانوادگی ماه اوگوست به حد لط و کوب کرده و آزار دادند که تاکنون در بیمارستان است و به هوش نآمده است. با وجود این مقامات انتظامی تا همین ماه کسی را به جوابگری نکشیده بودند. بعد مراجعت جامعه شهروندی به مقامات عالی تاجیکستان از طریق فیسبوک یک جفت جوان لطف‌الله و عزیزه دولت و بازداشت شدند و تحقیق پروندهشان ادامه دارد. سبب جنجال را رشک بین زنان جوان و ارتباط مرد با مدینه می‌دانند. روسیه در توجیکستان مرکز جلب و آماده سازی حجت‌های مهاجران کوری به کشورش را تأسیس می‌دهد. در آینده مهاجران مهنتی قبل از سفر به روسیه در دوشنبه می‌توانند پتنت و حجت‌های دیگری ضروری برای کار و زندگی را دریافت کنند. همزمان آنها امکانیت خواهند داشت که معاش می‌گرفته‌شان را دقیق و سندگذاری نمایند. اما چرا تنها مهاجرت به روسیه؟ اسکندر فیروز و شهلای عبدالله به این سوال پاسخ جستند. یکی از مردکاربازارهای پایتخت تاجیکستان. معمولا سفر مهاجران کوری به روسیه از جمع‌آوری مبلغ برای بلیط از کار در این بازار شروع می شود. ولی تنها خرید بلیط مشکل اساسی برای مهاجران آینده نیست. آنها مجبورند در روسیه جای کار و زندگی و امکانی تهیه اسناد اجازه کار و اقامت را پیدا کنند. میگه میره به اونجا میگه خیلی اینا کارای میگه بیا کارای میره در اونجا دیگه نمود کارای اینجا میگه بیو پاتین تا میکنم اینا ساعت پویز میکنم داکیمیت تا میکنم میره میگه او کوی جای میبرد اونجا با میگه که نه داکیمیت تا نه ایسو بیویل که تا نه شایسو مینوس میکنن میگیری ویل که شاش ما با اونجا به هیچ کار همکنون روسیه در تاجیکستان مرکز جلب و آماده سازی اسناد مهاجران کوری را تأسیس می‌دهد. من بعد ساکنان تاجیکستان در دوشنبه با کارفرمایان روس قرارداد امضا کرده اجازه کار و اقامت در روسیه را پیدا می‌کنند. مقامات روسیه گفتند که از سال 2022 تا 2025 در ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مرکزهای جلب مهاجران کوری را تأسیس می‌دهد. خواهشمندان در این مرکزها می توانند از شرایط مهاجرت به روسیه آگاه شوند و کاردهندگان روس می توانند از میان آنها افراد صاحب اختصاص را انتخاب نمایند. اکنون می دانند که به کجا می روند، نزدیک کی می روند، کدام کاربر
کار میکنند و قسمایی از نقطه نظری حقوقی آنها میتوانند شرطنامه بندند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه امسال بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان در ساختارهای خدمات مهاجرت این کشور ثبت نام شدند. بنا به آمار مقامات تاجیک امسال تنها حدود 481 هزار مهاجر کاری تاجیک به روسیه سفر کردند. تحلیلگران میگویند تنها به روسیه و قزاقستان سفر کردن مهاجران کاری کشور را به آنها پایبند میکند. مشکل ما در آن است که از نقطه نظر قانونگذاری تشکیل کردن چنین فراهم آوردن چنین امکانات های روان کردن مهاجران مهنتی به کشورهای غربی دشوار است، چون در ما قانون درباره اجنسی های خصوصی کار تامین کنی اجنسی های خصوصی شغل اهالی تا حال قبول کرده نشده است. همه سال تقریبا 2 میلیون مهاجر در روسیه اجازتنامه کار میگیرند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که اقتصادش سخت پایبندی پولی مهاجران است. پایبندی که به گفته اقتصاددانها در دراز مدت برای کشور عاقبت‌های بدی اقتصادی و اجتماعی دارد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات تاجیک میگویند ویران کردن قاعده های حرکت در راه از سوی پیاده‌گردان به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته گاهی باعث صدمه‌های نقلیاتی مرگ‌آور نیز می شود. برای حل این مشکلات وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری نمودند که مجازات سخت‌تر را پیش بینی می‌کند. هرچند نه همه باور دارند که از راه جزا دادن این مشکلات حل خود را می‌یابد. برای صوفی و علیشیر ظریفی همین موضوع را پیگیری کردند. همه روزه ده‌ها نفر مثل این مرد این قطعه را عبور میکنند و جان خود و دیگران را زیر خطر میگذارند، در حالی که در 20 متر پایین‌تر چراغک راه و پیاده‌گرد وجود دارد که میتونند بدون مشکل توسط آن گذرند. ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه از سوی پیاده‌گردان در همه قطعه‌های راه‌های شهر دوشنبه به یک امر معمولی تبدیل شده است. در بسیار مورد این عمل پیاده‌گردان باعث فاجعه‌ها و کشته شدن آدمان می‌شود. در دوام سال جاری در حدود جمهوری 826 هزار عدد ویران کننده قاعده‌های حرکت در راه به قید گرفته شده است که از این 274 هزار عدد آن از طرف پیاده‌گردان صادر گردیدند. آگاهی و جریمه‌های ناچیز به بهتر شدن حالت رعایت قاعده حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان مساعدت نمی‌کند. جزا برای قاعده ویرانکنی راه از طرف پیاده‌گردان تاکنون آگاهی یا جریمه در حجم 7 سومانی و 50 درم تا 60 سومانی بود. وکیلان پارلمان با وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری حجم جریمه چنین قاعده ویرانکنی برای پیاده‌گردان را تا 120 سومانی بالا برد. وکیلان بالا بردن حجم جریمه برای پیاده‌گردان را یکی از راه‌های کاهش دادن نقض قاعده‌های حرکت در راه می‌دانند، اما پیاده‌گردان و راننده‌ها در این مورد نظرهای مختلف دارند. می‌ترسی قرار دراز گذاشتن قینای گذاشتن به خودم جایی که نمایان مقصد نگذارند در خطر میمونند وقت مقصد خودشون و راننده. برخی ساکنان بر اینند که نبودن پیاده‌گذر در مسافه‌های طولانی و فعال نبودن چراغک راهنما باعث ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه از سوی پیاده‌گردان می‌شود. از سوی دیگر به قول آنها بالا بردن حجم جریمه راه حل کم کردن قاعده ویرانکنی در راه نیست، زیرا کارمندان پلیس راه می‌توانند از این سوء استفاده کنند. هستن البته مثلا 20 تومن میگیره و 60 میتونه میره براش خطی میمونش میره و کو ندیدین تو اینجا که یگون کذا جریمه کذا باشن یا اون کذا بگه که کم ممکن نیست باشه گذاشتن ندیدین تو این روزا. سال گذشته 2020 در پی 1109 صدمه نقلیاتی در راه‌های تاجیکستان 376 نفر به هلاکت رسیده 1263 کس مجروح شدند. اکنون میرویم به جنوب تاجیکستان. برای راه یافتن به دل انسانها زبان گویا داشتن شرط نیست. دلیل این گفته ها قهرمان گزارشی نوبتی ماست که با وجود لال بودن
توانسته است اطرافیانش را با حضورش شاد کند و مهمتر از همه هنر خود را برایشان بیاموزاند. محمود جان رحمتزاده ما را با روزگار آموزنده ساکن شهر کولاب آشنا میکند. موجوده جبارова با شاگردانش به مکتب رسامی می آید. او زبانی گویا ندارد، اما زبانی همه 20 شاگردش را می داند. 4 نفری آنها مثل خودش به زبانی گویااند، اما همه آنها با زبانی رسم و نقاشی حرف می زنند. میگن که من خلای شاگردان بسیار باشند و سازه میگه دستشون میتونم. موجوده با ایما و اشاره از پدر محرومش سپاسگزاری میکند. او را اولین آموزگار خود میداند. صورتکشی را پدرش برای راه بیان نمودن اندیشه و افکارش آموزانده بوده است. یگان خب پشیمون نیستم، روزی می کسبم. پدرم در احمد میگم پدرم همی راه بوده کم رسم. موجوده تا سال 2017 در شعبه معماری شهر کولاب از متخصصان مهم این کارگاه به شمار میرفت. تمامی لایحه‌های اساسی شهرسازی را با مهارت خاص با دستانش میکشید. اما معاش کم و پیدا شدن برنامه‌های کامپیوتری نقشه‌کشی او را از این کار دور کرد. اکنون در مؤسسه بچگانه رسامی شهر کولاب آموزگار است. شاگردانش او را دوست می‌دارند. من از روی مشریف همسایه‌مان هست، از اون کم یاد گرفته بودم از اون و ترجمه گپزنی را از طلبمون ایشه یاد گرفتم. حالا این صنفخانه موجود است. همه نگاره‌های آن را خود او و شاگردانش کشیده اند. عکس‌های را دیدن ممکن است که به گفته موجوده آنها سیاه نویسند و برای تازه نویس کردن آنها رنگ و بار زیادی لازم می شود که او توان خریدن آنها را ندارد. رهبریت مؤسسه بچگانه رسامی شهر کولاب میگوید که از حساب مکتب برای موجوده کاری نکرده اند. اما در هر چاره‌بینی رهبریت شهر کولاب و بعضی مؤسسه ها به او و شاگردانش کمک میکنند. در حقیقتا مکتب رسامی بچگانه شهر کولاب یگان دستگیری تا حاضر کرده نتوانسته است. ما همین آشکارا بگیم همین چیزا که دستگیری کرده نتوانسته، نه که از مقامات حکومت شهر کولاب، حاکمیت شهر کولاب دستگیری می‌یابد. موجوده جبارова 47 سال دارد، اما شوهر نکرده است ولی کودکان را دوست می‌دارد. تلاش می‌کند کودکان محروم از زبان گویا را پیدا کرده به مکتب رسامی آورد. می‌خواهد آنها زبانی تصویر داشته باشند و در آینده عذاب نکشند. هرچند از کاری آموزگاری 500 تومان معاش می‌گیرد ولی این کار را می‌گوید که از صدق انجام می‌دهد. حالا او به جز رسامی، نقشه‌کشی و آموزگاری کاری چیوری هم انجام می‌دهد. او می‌گوید که در اول کارش قدر نمی‌شد. اکنون حس می‌کند که هنرش قدردانی می‌شود و از این حساب زندگیش را می‌چرخاند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب. و یک خبر دیگر هم داریم. دادگاه در شهر چیمکنت قزاقستان زنی را که یکی از شرکت‌های محلی را رهبری می‌کند برای قاچاق گاز مایع به تاجیکستان و ازبکستان مجازات کرده است. بنا به اطلاع رسانه‌های قزاقستان، تفتیشات معین کرده است که این زن 2 سال اخیر گاز مایع را بدون سند از شخصان معین نشده خریداری کرده به کشورهای همسایه انتقال می‌داده است. گفته می‌شود او بیش از 966 تن گاز را به مبلغ 340,000 دلار به ازبکستان و تاجیکستان غیر قانونی صادر کرده است. زن قزاق هنگام گذراندن گاز از مرز و کارمندان گمرک سندهای تقلبی نشان میداده است. رادگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید فردا همه شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.